بسم الله الرحمن الرحیم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مواهب قسمت 16 اهمیت حرکت در خواب. داستان اصحاب کهف در آیات قرآن به حقایق علمی بسیاری اشاره می کند. در برنامه‌های دیگر به بخش‌هایی از این واقعیت علمی پرداخته خواهد شد. در این برنامه ما به بررسی اهمیت حرکت در خواب توجه می‌کنیم. به آیه 18 سوره مبارکه کهف در قرآن مجید توجه کنید. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. و آنان را بیدار می‌پنداشتی در حالی که خفته بودند و آنها را به پهلوی راست و چپ می‌گردانیدی. این آیه از قرآن به افرادی اشاره دارد که حدود 3 قرن در خواب بودند. همچنین در آیه آمده است خداوند متعال بدن آنها را به پهلوی راست و چپ برمیگرداند. اهمیت این عبارت که آنها را به چپ و راست برمیگردانیدیم چیست؟ چرا این جزئیات در آیه بیان شده است؟ مطمئناً این عبارت باید اهمیتی خاص داشته باشد، چون این عبارت جزئی از آیات قرآن است و در قرآن نکات بی اهمیت وجود ندارد. پس چه حکمتی در برگردانیدن آنها در خواب به پهلوی چپ و راست وجود داشته است؟ حکمت خوابیدن به پهلوی راست و چپ به تازگی کشف شده است. افرادی که به مدت طولانی در یک حالت دراز می‌کشند به لحاظ سلامتی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، مثل مشکلات گردش خون، زخم شدن و لخته شدن خون در قسمتی از بدن که در تماس با سطحی است که دراز کشیده است. زخم بستر زمانی اتفاق می‌افتد که بدن مدت زیادی در یک حالت خوابیده به صورت ثابت قرار بگیرد و به آن زخم‌های فشاری می‌گویند. وقتی فرد برای مدت طولانی در موقعیت دراز کشیده قرار بگیرد، فشار ثابتی بر بخش‌هایی از بدن وارد می‌شود که ممکن است باعث فشرده شدن و مسدود شدن رگ‌های خونی شود. در نتیجه اکسیژن و دیگر مواد مغذی که توسط خون حمل می‌شوند به پوست نمی‌رسند و پوست به تدریج از بین می رود و این مورد می تواند منشأ زخم در بدن شود. اگر این زخم ها درمان نشوند ممکن است لایه هایی از بافت پوست و چربی و بافت عضلانی از بین بروند. حتی ممکن است منجر به تهدید حیات فرد بشود. بنابراین تغییر وضعیت بدن در هر 15 دقیقه بهترین کار برای کاهش این فشار است. برای همین است که بیماران مبتلا به فلج از مراقبت‌های خاص برخوردارند و با کمک افراد دیگر هر 2 ساعت یک بار حرکت داده می‌شوند. روشن است که عبارت آنها را به پهلوی راست و چپ برمیگردانیدیم با این توضیحات دانشمندان بهتر درک خواهد شد. آری، این عبارت نشان دهنده یک واقعیت علمی است که در عصر ما کشف شده است. بنابراین قرآن کتابی است که در همه کلمات و حکمتها و آیاتش اهداف فراوانی وجود دارد. هر دانشمندی میتواند مسائل مربوط به رشته خود را در قرآن پیدا کند و از آن درس بگیرد.
بی تردید کتابی که خلاصه همه علوم در آن گنجانده شده نمیتواند کلام شخصی باشد که خواندن و نوشتن نمیدانسته و 1400 سال پیش زندگی میکرده است. این کتاب فقط میتواند کلام کسی باشد که خودش همه شاخه‌های علم را به وجود آورده و دانش او همه چیز را در بر میگیرد. بنابراین باید اذعان داشت که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول و پیامبر آن خالق بزرگ است. گاهی